أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتابی مسلم 854 می باشد. ابو هریره رضی الله عنه گفتند: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. بهترین روز آن روز جمعه می باشد که آفتاب در وی طلوع می کند. این بهترین روز شما می گویند روز جمعه می باشد که در وی الله آدم علیه السلام را آفریده است و در این روز و در روز جمعه الله با دستان خودش آدم علیه السلام را همچون اکرام آفریده است و در این روز به بهشت جاویدان وارد کرده است و در این روز از بهشت جاویدان با سبب گناهشان بیرون کرده است. و سپس میگویند که ساعت قیامت برپا نمی شود مگرم که در روز جمعه. بنابراین باید در روز جمعه مسلمان صلوات را بیشتر بگوید، غسل بکند، خوشبویی ها را بر خود بزند و مسواک بکند و به مسجد بر وقت رود و سوره کهف را بخواند و صلوات را بیشتر فرستد. زیرا پیامبر گفتند: فاکثروا علی من صلاتی فیه فان صلاتکم معروضه علی. در روز جمعه گفتند شما صلوات را بیشتر فرستید، زیرا این صلوات های شما بر من پیشکش می شود. سپس گفتند چگونه این صلوات های من مایان بر تو پیشکش می شود ای رسول خدا؟ تو در این قبرت، یعنی خاک تو را می خورد، چگونه تو می بینی این صلوات های ما را؟ سپس پیامبر گفتند که این حدیث در سنن ابو داود است: ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. پیامبر گفتند که الله جسدی پیامبرها را برای پوسیدنش برای زمین امر کرده است که نخورد، نپوساند. الله قادر می باشد. بنابراین باید در این روز صلوات را بیشتر بگوییم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر خواهی که غمهایت دور شود، گناهت بخشیده شود، صلوات را بیشتر بفرست. وقتی که غمهای دنیا با انسان هجوم میکند، انسان وقتی که استغفار بکند و صلوات را بیشتر بفرستد، از غمهای این دنیا نجات مییابد و گناهش بخشیده می شود. این بود کمی درباره روز جمعه. باید روز جمعه را غنیمت بدانند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.